در جلسه کمیسیای ولایتی حرکت بخطری در راه معاون رئیس ولایت خطلون، معاونان رئیسان شهر و ناحیه‌ها، سرداران شعبه‌های بازرسی دولتی اتومبیلی، دیرکتوران مؤسسه‌های دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد و مسئولان دیگر نهادها اشتراک نمودند. ضمن برگزاری جمع آمد نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت خطلون ابراز داشتند که جلسه کمیسیای حرکت بخطری در راه با نتیجه گیری از فعالیت 6 ماهه برابر انجام دادن کارهای نظررس در بعضی از فعالیت کمیسی‌ها همزمان کمبودی‌ها نیز آشکار و قید کرده شده‌اند. در قلمرو ولایت خطلون به خاطر پیشگیری از حادثه‌های راه و نقلیات پیوسته چاره‌های منفعت بخش از جانب کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی در یکجایگی با دیگر ساختارها در شهر و ناحیه‌های ولایت خطلون راه‌اندازی کرده می‌شوند. مقصد از برگزاری چنین واقعی و جمع آمدها به خاطر پیشگیری از صدمه‌های ناخوش که باعث فوت آدمان علل خصوص کودکان می‌گردند ارزیابی می‌شوند. با نظر داشت این هنوز هم دیده می‌شود که در بعضی از شهر و ناحیه‌های ولایت خطلون مسئولین بندهایی که در کمیسیا آورده شده است اجرا نکرده که در عکس حال باعث صدمه‌های ناخوش می‌شوند. همزمان بعضی از والدین دیده و دانسته خلاف قاعده‌های حرکت در راه و قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت در تعلیم و تربیت کودک اتومبیل‌های سبکروی خود را به فرزندان نابالغشان می‌دهند که اتومبیل رانی آنها در راه نگران کننده و زیر احتمال رخ دادن صدمه‌ها میباشد. بنا به معلومات آماری رخ دادن صدمه‌های راه و نقلیات در حدود راه‌های ولایت دوام 6 ماه اول سال 2025 نگران کننده ارزیابی می‌شود، زیرا شماره فوتیدگان نسبت به همین دوره سال گذشته زیاد میباشند. دوام 6 ماه اول سال روان بنابر رعایت نگردیدن قاعده‌های بخطری حرکت در راه، ندانستن قاعده‌های حرکت در حدود راه‌های ولایت خطلون 202 حادثه صدموی راه و نقلیات رخ داده در نتیجه 131 نفر به هلاکت رسیده و 212 نفر با برداشتن جراحت‌های گوناگون جسمانی در بیمارخانه‌ها بستری گردیدند. از 131 نفر که به هلاکت رسیده اند اکثرشان جوانان و نابالغان میباشند. مسئول زیاد شدن صدمه‌های راه و نقلیات را در سر وقت چاره اندیشی نکردن کمیسی‌ها ارزیابی می‌کنند، زیرا رخ دادن صدمه‌ها اکثرا با سبب‌های گوناگون میباشند. یکی با سبب سرعت بلند حرکت، دیگر گفتگو کردن با تلفن موبیلی در راه هنگام حرکت اتومبیل، همزمان رعایت نکردن قاعده‌های اشارتی، دیگر سرخوشی و حتی ندانستن قاعده و ترتیبات راه، اینچنین از معاینه تکنیکی نگذرانیدن اتومبیل‌ها نیز سببگار شده می‌توانند. دیگر مسئله مهمی که امروز تشویش آور است از معیار زیاد شدن و حرکت اسکوتر و موتورسیکل و امثال اینها میباشد، زیرا در اکثر مورد نابالغان در استفاده برای اسکوترها در راه‌های داخلی شهری و بین المللی با سرعت بلند و بدون رعایت عادی‌ترین قاعده‌ها نه تنها حیات خود بلکه جان چندین نفر دیگر را به خطر قرار می‌دهند. از این رو باید کمیسی‌ها نسبت این چاره‌های لازمه را در یکجایگی اندیشیده و عملی نمایند. در ادامه جمع آمد همچنین گفته شد که متاسفانه تا به امروز در یکچند شهر و ناحیه‌های ولایت ترمینال‌های مسافرکشانی فعالیت نمی‌کنند که در اکثر وقت مسافران سرسام می‌مانند. از این رو باید نسبت این مسئولین شهر و ناحیه‌ها و نمایندگان کمیسی‌ها چاره‌های قطعی اندیشند. در دوره حساباتی در یکچند شهر و ناحیه از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی و شخصان سخاوتپیشه ده‌ها کیلومتر راه‌های اهمیت محلی و جمهوریوی داشته تعمیر و از نوسازی شدند که این در حقیقت برای رفت و آی منتظم اتومبیل‌ها مساعدت می‌کند. در شهر و ناحیه‌های ولایت خطلون مشاهده می‌گردد که برخی از نابالغان نیز خلاف طلبات قانون عمل نموده واسطه‌های نقلیات را اداره می‌کنند که در چنین حالت والدین نیز به جوابگری کشیده می‌شوند. در قسمت آخر جمع آمد گفته شد که فعالیت جلسه کمیسیای حرکت بخطری در راه زیر نظارت پیوسته رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت خطلون بوده باید کمبودی‌های در فعالیت کمیسی‌ها آشکار شده سر وقت برطرف کرده شوند.